بسم الله الرحمن الرحیم. علاوه بر قرآن کریم، در فرمایشات بزرگان دین و الگوها و سیره های عملی ما هم امر به معروف و نهی از منکر خانواده جایگاه ویژه‌ای داره. از جمله مهمترین اونها کلام ائمه معصومین علیهم السلام هست. در کتاب شریف مستدرک الوسائل جلد 12 صفحه 201 حدیث شماره 13881 میخوانیم که امام معصوم علیه السلام فرمودند: لا یزال المؤمن یورث اهل بیته العلم والادب حتی یدخلهم الجنه جمیعا. مؤمن کسی است که نسبت به خانوادهش علم بیاموزه، ادب بیاموزه، اونها رو صالح تربیت کنه، به قول خودمون امرشون کنه به خوبی ها، نهیشون کنه از بدی ها، تا همشون دست جمعی وارد بهشت بشن. یعنی اگر کسی خودش بخواد وارد بهشت بشه اما براش مهم نباشه که خانواده‌ش هم وارد بهشت میشوند یا نه، این یه مقدار خلاصه بعید است که بشه کلمه مؤمن رو بهش اطلاق کرد. یا در روایت دیگری در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 125 داریم، خیلی روایت قشنگی است در رابطه با مسئولیت مرد و زن در خانواده. می‌فرماید الرجل راع علی اهل بیته و هو مسئول عنهم. مرد نسبت به خانواده خودش مسئول است، باید مراعات کند، باید دقت کند. و زن هم همینطور. و المرأة راعیة علی بیت بعلها و ولده و هی مسئولة عنهم. این رو میشه ذیل اون روایت شریف کلکم را و کلکم مسئول به طور خاص بهش نگاه کرد. رعیت یعنی اون کسانی یا اون کسی که باید عده‌ای مراعات او را بکنند. اینکه مردم رو رعیت میگویند یعنی کسانی که یک عده راع، یک عده مسئول، باید اونها رو مراعات کنند، امور اونها رو حواسشون باشه، دقت کنند، مراعاتشون رو بکنند. اینجا میفرماید که علاوه بر کلکم را و کلکم مسئول، یه دقت بیشتری هم هست که الرجل را علی اهل بیته، علی اهل بیته، بله، و هو مسئول عنهم. مرد نسبت به اهل بیت خودش یک راع خاصی است، یک مسئولیت ویژه تری دارد نسبت به مسئولیتی که به دیگران هم داره. و المرأة راعیه، و زن همسر نسبت به خانه همسر خودش، نسبت به اموال همسر خودش و نسبت به فرزندان خودش، این باز یک مسئولیت بیشتری داره. و هی راعیتون و هی مسئولتون عنهم، و در واقع بازخواست خواهد شد. مسئول یعنی کسی که از او سوال می شود، کسی که از او سوال باید بشود، هم از او باید مطالبه بشود، هم در روز قیامت خدای متعال از او مطالبه خواهد کرد، سوال خواهد کرد تو مسئول بودی نسبت به اینها، تو راعیه بودی نسبت به اینها. پس نمیشه مادر یا پدری بگه از ما که گذشت، ما که الحمدلله بهشتی شدیم، حالا خیلی طوری نیست، حالا بچه‌مون دیگه یک راه انحرافی هم داره میره. نه، مرد و زن نسبت به فرزندان خودشون مسئولیت دارن. در روایت شریفی که البته قریب به تواتر اهل سنت ذکر کردن، در کتب شیعه هم آمده به سندهایی، میفرماید ما من مولود الا یولد علی الفطره. هیچ مولودی، هیچ فرزندی، هیچ نوزادی زایده نمی شود مگر بر اساس فطرت. کدوم فطرت؟ فطرت الهی پاک. ثم ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، می شود به سندی اضافه کرد که او یسلمانه. همه فرزندان، همه نوزادان با فطرت پاک متولد میشن. بعد این پدر و مادر هستند که با تربیت درست یا غلط خودشون او رو یهودی بار میارن، یا نصرانی مسیحی بار میارن، یا مجوس و آتش پرست بار میارن، یا مسلمون بارش میارن. لذا خدای متعال همه این گلها رو اول درست تحویل ما میده. ما هستیم که با تربیت کردن خودمون یا با عدم تربیت یا سوء تربیت خودمون اعتقادات او رو درست شکل میدیم یا غلط شکل میدیم. یکی از مهمترین ارکان تربیت، خواستم بگم مهمترین رکن، خود احتیاط کردم، یکی از مهمترین ارکان تربیت فرزند امر به معروف و نهی از منکر کردن اوست. شما یک نهال رو که میکارید، تخم یک گیاه رو که میکارید و سرسبز میشه، یه مقدار شکوفا میشه و در واقع نورس هست، خیلی مراقبت میکنید، نهی میکنید او رو از منکراتی، شته، جک و جونورایی که آفات گیاهی هستند. عرضم به خدمت شما
این سموم غیر مجاز و خطرناکی که ممکنه پای این درخت ریخته بشه، آلودگی های آب، آلودگی های زیست محیطی، فضولات و فاضلاب های کارخانه‌ای نیاد به سمت این. اون حشراتی که نمیدونم ملخ و چه اینا ممکنه حمله کنن به این مزرعه، آفاتی که ممکن است در کمین این باشن، حصار میکشید دور او رو، اینا میشه نهی از منکر. مراقبت، هرس میکنید او رو، گاهی وقتا شاخ و برگای اضافهشو میزنید، علف هرزه هایی که دور و بر این نهال شما رویده داره قوت خاک رو میگیره، اینها رو از دور او دور میکنید، اینا همه میشه نهی از منکر. از طرفی حواستون هست به امر به معروفش، نور کافی، این کجا باید قرار بگیره، این گلدون نیاز به نور داره یا نه، هوای سالم، کود مناسب، تغذیهش. امر به معروف و نهی از منکر یعنی مراقبت کردن از بدیهایی که میخواد به یک نهال نورسته برسه و در اختیار گذاشتن یک سری خوبی‌ها و ملزوماتی که برای رشد این نهال لازم هست. لذا شما میبینید عزیزان، یک باغبان خوب همیشه هم قیچی دستشه، قیچی باغبانی برای هرس کردن، هم از یه طرف خلاصه بیلچه‌ای دستشه برای کود درست دادن، راه آب و باز کردن. امر به معروف و نهی از منکر نسبت به فرزندان رو جدی بگیریم انشالله. علاوه بر آیات شریفه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام، در فرمایشات علمای بزرگ دین، در فرمایشات مراجع معظم تقلید هم ما جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در خانواده رو پررنگ می‌بینیم. اهمیتش خیلی مورد تأکید قرار گرفته. مکرر نقل شده قریب به این مضمون از امام راحل عظیم الشأن حضرت امام خمینی رضوان الله علیه که می‌فرمایند که زن مربی انسان است، زن انسان ساز است، از دامن زن مرد به معراج می رود. لذا خانومها، مادرها، دخترها، همسرها، عروسها، حتی مادر شوهرها، مادر زنها، مادر بزرگها، حواسشون باشه خدای متعال یک نعمتی، یک موهبتی به طور خاص در زنان قرار داده، هنر تربیت، هنر امر به معروف و نهی از منکر، هنر مربیگری نسبت به دیگران. این موهبت الهی رو قدر بدونن. مقام معظم رهبری هم یک جمله بسیار زیبایی رو در تاریخ 21/8/79 بعد از قرائت خطبه عقد برای زوجهای جوان به عنوان توصیه به اونها فرمودند. می‌فرمایند که همدلی و همکاری کردن معنایش این است که همدیگر را در راه خدا حفظ کنید. ببینید همون آیه شریفه سوره توبه است، والحافظون لحدود الله، همدیگر رو حفظ کنید، مراقبت کنید در راه خدا. تواصی به حق کنید و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اگر خانم خانه می‌بیند شوهرش دارد دچار یک انحرافی می‌شود، فرزند در یک معامله نامشروعی قرار می‌گیرد، توی یک جریان غلطی دارد می‌افتد، در پول درآوردن‌های نادرست دارد می‌افتد، در رفیق بازی‌های ناسالم دارد می‌افتد، اول کسی که باید او را حفظ کند اوست. یعنی اولین کسی که باید شوهر رو حفظ کنه وظیفه کیه؟ اول همسر وظیفه حفظ و حراست شوهر رو داره. اگر متقابلا مرد هم این احساسها را به نوع دیگری از زنش کرد، اولین کسی که باید زن را حفظ کند شوهر اوست. ببینید امر به معروف و نهی از منکر نسبت به همسران، با اینکه خدای متعال می‌فرماید که جعل بینکم مودة و رحمه، اما این مودت و رحمت باید ازش امر به معروف و نهی از منکر هم، این دلسوزی باید ازش تواصی به حق هم متجلی بشود. ادامه جمله مقام معظم رهبری این است، می‌فرماید که البته حفظ کردن هم با محبت کردن، با زبان خوش، با منطق صحیح، با برخورد مدبرانه و حکیمانه حاصل می شود، نه با بد اخلاقی و قهر و این چیزها. البته خود این بزرگوار در جاهای دیگه اشاراتی دارن که گاهی وقتا اندکی قهر کردن، گاهی وقتا یک مقدار، منتها این تو فضای خانواده ترجیحاً استفاده نشه بهتره، نرمی، رفق، مدارا، همطور که فرمودن. انتها می‌فرمایند که یعنی هر دو مراقب باشند تا آن دیگری را در راه خدا حفظ کنند. چقدر قشنگ ایشون در این جمله زیبا، در این بند نورانی از فرمایششون، امر به معروف نهی از منکر رو در فضای همسران، در فضای تعامل بین زوج و زوجه ایشون ترسیم می‌فرمایند.
یکی از دقت نظرهای مقام معظم رهبری در رابطه با امر معروف و نهی از منکر در خانواده که به طور خاص نقش و جایگاه زن رو به تصویر میکشه، در بیانات سال 86 ایشون نمودار میشه. 13 تیر 1386 معظم الله یک دیداری داشتند با بانوان نخبه در آستانه ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها. یک جمله زیبایی رو ایشون با اقتباس از آیه 71 سوره توبه میفرمایند. آیه شریفه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. حضرت آقا میفرمایند مسئله زن آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد مسئله خانواده است. نقش زن به عنوان عضوی از خانواده به نظر من از همه نقش هایی که زن میتواند ایفا کند اهمیتش بیشتر است. زن در خانواده. بعد میفرمایند که البته بعضی ها اینطور حرف ها رو در همان نظر اول با شدت رد میکنند. میگویند آقا شما میخواهید زن را اسیر کنید داخل خانه، محبوس کنید، از حضور در صحنه های زندگی و فعالیت باز بدارید. نه، به هیچ وجه قصد ما این نیست. اسلام همین را نخواسته. اسلام وقتی میگوید که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، همین آیه 71 سوره مبارکه توبه، یعنی مؤمنین و مؤمنات در حفظ مجموعه نظام اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر همه سهیم و شریکند. زن را استثناء نکرده. ما هم نمیتوانیم زن را استثناء کنیم. مسئولیت اداره جامعه اسلامی و پیشرفت جامعه اسلامی بر دوش همه است. بر دوش زن، بر دوش مرد، هر کدام به نحوی بر حسب توانایی های خودشان. لذا ببینید عزیزان، اینجا رهبر انقلاب از این آیه در واقع گریز میزنند به بحث امر معروف و نهی از منکر و نقش زن در خانواده به عنوان یک محور و ستون. باز در بیانات مقام معظم رهبری میبینیم که ایشون به طور خاص وقتی منکرات رو اسم میبرند اشاره به منکرات در خانواده ها میکنند، چون همون مسئله تخم مرغ دزد شتر دزد شدن دیگه. منکراتی که در خانواده و خانه جلوش گرفته نشه با سوء تربیت این تخم مرغ دزد شتر دزد خواهد شد و این منکرات به جامعه هم تسری داده خواهد شد. لذا مقام معظم رهبری فرمودن که در محیط خانواده هم می شود نهی از منکر کرد. در بعضی از خانواده ها حقوق زنان رعایت نمی شود. در بعضی از خانواده ها حقوق جوانان رعایت نمی شود. در بعضی از خانواده ها به خصوص حقوق کودکان رعایت نمی شود. اینها را باید به آنها تذکر داد و از آنها خواست. حقوق کودکان را تضییع کردن فقط به این هم نیست که انسان به آنها محبت نکند. نه، سوء تربیت ها، بی احتمامی ها، نرسیدن ها، کمبود عواطف و از این قبیل چیزها هم ظلم به آنهاست. خب این تا اینجا از نگاه آیات که بررسی کردیم، روایات رو گفتیم، کلام بزرگان دین خصوصا امام خمینی، مقام معظم رهبری. اما عزیزان در رابطه با امر به معروف و خانواده یه نکته‌ای لازم میدونم بیشتر بهش دقت کنیم. مقام معظم رهبری از بعضی خانواده ها بیشتر انگار انتظار دارن امر به معروف و نهی از منکر رو، اثرگذاری اجتماعی رو. کدوم خانواده ها؟ اون خانواده هایی که ایمانشون محکم تره، اون خانواده هایی که هزینه بیشتر پرداخت کردن، اون خانواده هایی که دغدغه دینیشون بیشتره. مقام معظم رهبری انگار میفهمن که آقا یه انتظار خاصی از این بزرگواران هست. اجازه بدید من فرمایش ایشون رو بخونم. ایشون فرمودن که بعضی از مردم به اینجا تلفن زدند، نامه نوشتند و سفارش کردند که آقا شما گفتید نهی از منکر، سیل پشتیبانی ها هم انجام گرفت اما عملا کاری نشد. عملا چه کار میخواستید بشود؟ مگر لازم است که اینجا هم دولت وارد بشود یا دستگاه قضایی مستقیما وارد شود؟
خود مردم باید وارد شوند، خود مردم باید نهی کنند. البته دولت، مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی موظفند که ناهی از منکر را پشتیبانی کنند، این وظیفه آنهاست. اما مباشر کار خود مردم میتوانند باشند و باید باشند. حالا دقت کنید، نکته اینجاست، بخش عمده قضیه اینجاست. جوان رزمنده، خانواده شهید داده، خانواده ایثارگر، خانواده اهل انفاق، مؤمنین نمازخوان و روزه بگیر و مسجد برو، دلسوزان انقلاب، روشنفکران علاقمند به مفاهیم اسلامی و انقلابی، همه اینها باید در صحنه باشن، یعنی در صحنه امر معروف و نهی از منکر. ببینید چند بار آقا رو بحث خانوادگی ورود کردن دارن تاکید میکنن. خانواده های شهید داده، خانواده های ایثارگر، خانواده های اهل انفاق. یعنی میتونستم بفهمن اونایی که شهید دادن، اونایی که مؤمن هستن، اونایی که اهل انفاق و بذل مال و اینا هستن، ولی ملاک رو خانواده قرار میدن در ورود به صحنه امر معروف و نهی از منکر. یک جمله هم از استاد بزرگوار آیت الله شهید مرتضی مطهری رحمت الله علیه عرض کنیم و از این بحث بگذریم. استاد شهید مطهری میفرمایند که تحقیقات تاریخی و ملاحظات روانی ثابت کرده که زن در ساختن شخصیت مرد بیشتر مؤثر است تا مرد در ساختن شخصیت زن. اعم از این که زن به عنوان مادر باشد یا به عنوان همسر، تأثیر غیر مستقیم زن در ساختن تاریخ و اجتماع غیر قابل انکار است. چرا؟ چون زن مرد را می سازد. این تعبیر قشنگی از شهید مطهری، خواهشم دقت کنید. می‌فرماید زن مرد را می سازد و مرد تاریخ را، مرد اجتماع را. لذا خواهران بزرگوار، مادران گرامی، همسران بزرگوار نقش خودشون به عنوان محور امر معروف و نهی از منکر در خانواده و ستون امر معروف و نهی از منکر در بستگان و فامیل رو حتما نادیده نگیرند و بهش توجه و اهتمام ویژه داشته باشن. انشالله خدا کمک کنه بتونیم این فرمایشات بزرگان دینمون رو به احسن وجه جامعه عمل بپوشانیم، به برکت ذکر جمیل صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم